گالم روی من خوش اومدید. امیدوارم از ویدیوی من لذت برده باشید. بدانید که هر محتوایی میذاریم یعنی اون محتوا رو داریم براتون تعریف میکنیم. یادتون نره سابسکرایب کنید تا هیچ داستانی را دست ندید. برای راسا و رایگیری ها و محتوای بیشتر به کانال تلگرام ما عضو شوید. لینک تو بیوگرافی گذاشتم. آماده اید؟ بس بزن بریم. خوش اومدید به داستان جدید در کانال. محتوای امروز تولد یک فرمانده در دل تاریکی است. امیدوارم کسی اینو نگذاشته باشه و دوستان دیگه وقتتون رو نمیگیریم، بریم سراغ ویدیو. در دنیایی جنگی با سیاهچال‌ها و انسان‌ها طی دهه‌ها وجود داشت و پس از مدت‌های طولانی این جنگ با قهرمان‌های بزرگ به پایان رسید و هزاران اسیر انسان که در سیاهچال بودند آزاد شدند و در میان آنها کودکانی در سیاهچال به وجود اومده بودند و مادرانشان مرده بودند و هیولاها سیاهچال به آنها شیر دادند، بزرگ شدند و به این کودکان قدرت‌های ماورایی داشتند و از انسان‌های عادی خیلی قوی‌تر بودن، خطرناکتر بودن. ما در این سکانس میبینیم که یک بچه از غار میاد بیرون و سربازان اونجا میگن به نظرت از کجا به دنیا اومده؟ اون یکی سرباز میگه خیلی از اون زمان گذشته، بکنم تازه اومده. ولی آدما اون اشخاص میگفتن بچه های سیاهچال. و حالا میریم زمان حال و همون بچه ای را میبینیم که از غار آمده بود بیرون و یک شخص از اون فیلم میگیره و میگفت شروعه. بچه ای میگه چیه؟ ما اینجا این بالاخره طبقه دوم میتونیم فیلم بگیریم. اون یکی بچه میگه سیاهچال به درک از پیداشه خیلی میگذره، اینجا چیزی گیرمون نمیاد. بعد اون دوتا بچه رو میبینیم که اون بر نشستن و صحبت میکنن. اون بچه‌ای که کلاه داره میگه بچه های سیاهچال به خاطر رسانه‌ها نبودیم، همشون مشهور شده بودن. بعد دختره میگه فکر کنم با این شانسمون میلیونر بشیم. درسته، دوستان راستی ما دوبلور دختر نداریم و مجبوری با صدای من امتحان کنیم. بریم سراغ پسر بچه. من پسر بچه دوست میدم. نشد. نه بریم سراغ پسر بچه. میگه ما تو چی میشیم؟ دختر میگه من تحقیق کردم، میدونم اینجوری با بحثا چقدر این بر وسوسه دارن، ولی به نظر میرسه اونا تنها بچهای سیاهچالن که حتی نزدیک سیاهچال نشدن، به خاطر همین سطحش معلوم نیست. پسر میگه به خاطر این نیست که اون ضعیفه، به خاطر همین اونو محافظ استخدام کردم. پسر داستان که صبرش توش میاد و میگه بیاید بریم دیرمونه. پسره میگه چی؟ فقط 10 دقیقه شده، چرا بیشتر نمیشه؟ و پسر داستان میگه اینجا خطرناکه، بیاد بریم ورودی طبقه 2، بعدش میتونیم استراحت کنیم. و یه نکته به اون کل شکا بگی که بیخیال تفنگاشون بشه، فقط اگه با هیولا هم روبرو شدن باید میتونن جلوگیری کنن از شلیک، وگرنه به فاک میریم. کارگرا با بیخیالی میگن بیخیال چقدر نگرانی تو. اون یکی کارگره میگه بچه سیاهچال فقط مطمئن شو کارتو درست انجام میدی و ما رو راهنمایی میکنی و از بچه ها محافظت کن. پسر داستان با خودش میگه چرا هیچی نمیفهمید وقتی دارید این کلماتو میگی که تو سیاهچال داره تیکه تیکه میشه، قیصر منطقه امنی نیست. پسر کوچولوی داستان مبانه ترس میگه اون دیگه چی بود؟ و ما یک جانور میبینیم که تو منطقه قیصر زندگی میکنه روبرو میشیم و میبینیم که هم زخمی شده و بعد کارگران اسلحه‌شون رو آماده میکنن برای شلیک و میگن شلیک. سربازان میگن برای پول. پسر داستان بلند میگه صبر کنید، شلیک نکنید. ولی دیگه دیره. سربازان به هیولا شلیک کردن ولی هیولا با یک جیغ بلند میمیره و سربازان بعدش مردنش خوشحالی میکنن و یکی از کارگران میگه مهندس شنبه شنیده بود که جمعه گفته بود این حیوانات خطری نیستن. پسر داستان ما با عصبانیت میگه فقط جمع کنید بریم. نه هرچی نیاز نداریم هم همینجا بذارید، فقط بریم. کارگره میگه چیه مگه؟ چیزی حل نشده؟ تو از خودتو خیس کردی بچه جون؟ بعد یک سکوت سنگین اونجا رو ساطع میکنه و یک صدا میاد و کارگره میگه اون دیگه چی بود؟ پسر داستان میگه صدای درنده بود، به خاطر شلیکی که شما کردی درنده ها رو دور و براتون کشوندید اینجا، باید فرار کن. ولی این کارگران کسکل میگن بیاین بجنگیم. پسر داستان با تعجب نگاهشون میکنه. حالا کارگران میگن بیاین با تفنگامون بکشیم، اگه موفق بشیم پولدار میلیون
میلیونر میشیم، پول به دست بیاریم، پول. پسر داستان باز هدفتون همین بود. کلا همه اینا هدفشون بود واقعا نامه کننده است. پسر دوستان با نومیدی به کارگران نگاه میکنه و میگی اوکی چون سلا ندارم دور میونم. کاریامیر خوبه تو اما برو جلو، اصلا جلوی ما رو نگی، ما راحت میتونیم هیوله ها رو بکشیم. پسر داستان میگه خب باشه من بچه ها رو میبرم شما هم اونا رو سرگرم کنید. دختره میگه میشه فیلم بگیرم؟ پسر داستان با حسابیم دیگه فقط دنبالم بیا. یکی از کارگرا میگه نباید بریم دنبالشون. کارگرا میگه بیخیالش هیولا رو کشیم دنبالشون میریم. بعد در سکانس بعد ما میبینیم پسر رو اون دخترا ورشه و بدو دنبالش میکنه و پسر هم که داره بدو میره جلوتر وای میسه و دختره میگه چی کار میکنی؟ داش فیلم برداری ما خراب کردی. پسر داستان میگه فیلم برداری نکن ما داریم میریم بیرون. دختر میگه چی؟ پس پول من چی میشه؟ پس اون کارگرا وایسا منصورت اینه تو بزدلی؟ بعد دختره میگه به پسر میگه هی بیا برگردیم. پسر میگه چرا؟ دختره میگه ما خیلی پول خرج کردیم باید برگردیم. این فیلمی که بدهیم هزینه‌اش کنیم میتونه پول‌ها رو مونکنه. ولی یک دفعه صدای جیغ کارگرا است میاد که از اونجا اومده بودن بیرون. دختر و پسر پشماشون ریخته بود و پسر داستان میگه ساکت باشید هیولوها نباید متوجه ما بشن. دختر میگه چی شده الان؟ پسر داستان میگه تمام جونورایی که نزدیک ما بودن صدای شلیک گلوله رو شنیدن. به اونایی که هیولا رو کشتن یه نقطه دام نگاه میکنن و اونجا جمع شدن. بعد ما از سمت دوربین میبینیم که دختر و پسر دارن با هم صحبت میکنن و میگن پس اگه میدونستی چرا نجاتشون ندادید؟ بعد پسر داستان میگه الان هم متقاعدشون هم میکردن با ما بیان مرده بودن چون بوی خون اون هیولای لعنتی پاشیده بود روشون با بوشم با خودش همواره میکرد. بعد پسر متوجه میشه اونی که داره فیلم میگیره یه خون رو کفششه و یک دفعه دوربین رو بالا سرش میگیره و یه دفعه یه هیولای جنبولی بالا سرش میاد و اونو نوش جان میکنه. دختره متر تو خودش میریده و پسر داستان یا بهتر اسمشو بگن جیوو سولو لولی باشه دوستان. چرا این سولو لولی همه جا هست؟ وای پشمام. خب حالا بس دیگه. پسر داستان به سمت میمون کرد میره و با یک شمشیر تو کیف دختره بود و میره و جیوو میگه شناسای نقطه صف و یک خط باریک میاد رو بدن اون میمون کردی و جیوو تکه تیکش میکنه و بعد از اون برمیگرده که اون یکی میمونه که داشت سمت دختره حمله ور میشد و چشمشو میزنه و به دختره میگه میخوای بهت یه سرعت بچه سیاه‌چاله نشون بدم ولی ممکنه چند تا دنده های سینت بشکنه. و بعد جین مثل جت فرار میکنه و بعد اون میمونی که جین چششو زده بود داشت هرس میخورد و نمیدونه چیکار میکنه و میگفت بعد در سکانس بعد میبینیم که جین بود دختر رو به جای امن میذاره و میگه خب فاصلمون زیاد کردیم باشون فکر میکنم تو هم خوب تحمل کردی دختر میگه چرا گذاشتی بمیرم؟ تو انقدر قوی هستی که میتونی با همه اونایی که اونجا بودن کمک کن. چرا نست گذاشتی بمیرم؟ جیوا میگه مثل این که هنوز چیزی رو نفهمیدی. بذار من بهت بگم تو من رو به عنوان یه راهنما استخدام کردی و نه محافظ نه چیز دیگه ای. من برای تو مبارزه میکنم نه برای دیگران. قراردادشم خودت نوشتی. دختره میگه ولی اونا مردن. جیوا میگه بذار به توضیح بدم چرا مردن دختر تو. اگه به حرفام گوش میدادید و اون به اون کارگرای مغرور که آورده بودید که تا حالا به این پایینم ندیده بودن فقط نظر میدادم پس منظور اینه که من نجاتتون ندادم. چرا به حرفای من گوش ندادید؟ اگه هم گوش میدادید هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد و شما احمقام اشتباه نمیکردید. دختر میگه چرا منو زنده گذاشتید؟ خب من پولمو از کی بگیرم؟ بعد یک دفعه یک نوری میاد و زمین ترک میخوره و اونا رو وارد سیاه‌چال میکنه و بعد از مدتی که رو بیدار میشه و میبینه دست شکسته و اطراف اون میگرده و میگه خوبه اتفاق بدتر از این افتاد. اون دختر کجاست؟ و غیر از اینجا زندانه بکنم مرکز سیاه‌چاله و این یه متروکه است و اون دیگه چرا انگار داره منو نگاه میکنه ولی چش مار بگیره همیشه چش یک زهر داشته باشه اینجوری میشه. یک دفعه اون مار سنگی یهویی تبدیل به مار میشه و میاد دست جینوو رو گاز میگیره و جینوو میگه و جینوو داشت سنگ میشد و یک صدای بلند میگه تو را میراث سرزمینم خواهم کرد و جینوو دیگه قش میکنه و بعد تا اینجا داستان تموم میشه. اینو خودم کم دادم چون اگه نمیدونستم زیاد گشتم دیدم کسی نداشت. دفعه
دفعه بعدی 20 دقیقه میذارم. و اگر این کامنت ها خوب باشه دوستان، راستی دندونم درد میکنه، دندون کشیدم، خیلی بخشید دیگه، من صدام خرابه. امیدوارم کامنت بذارید، ساب کنید و لایک کنید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ. دندونم درد میکنه. خداحافظ. بعدی اومدی یعنی کانال رو دوست داشتی، برای رفع خسته یه کامنت خسته نباشید بذارید و خیلی ممنون تا اینجا دیدید. حتما یه کامنت و لایک و اینا رو بزنید. خیلی ممنون و خداحافظ. امیدوارم از دیدن این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. یعنی اگه تا اینجا دیدید و یه کامنت بزنید میدونم شما حتما یه بهترین کس هستید و حتما به کانال تلگراممون هم سر بزنید.